ام تدات اغوین کاندید پارتی دموکرات کردستان فؤاد حسین لپارلمان عراقی دگل فراکسیون پارتی دموکرات کردستان د کومبونه ده قرار دایا کو دگل چندین فراکسیونان کم ببیتن و یک لاک نوی پرسی آنجی براویج و گفتگویان لسر وی پرسی نکم میفهمه که هجای سیپان شروانی اوجی پارلمانتری پارتی الپارلمان عراقی گلک خیراتن سر شبا هین افروک زورد آلوزن فراکسیون پارتی و یکتی آمادنه دو جاره زنگا پارلمان لیدتن یا نافوله لنصاب تواو نابیتن به هر حال هی تمام امتیگه هشتین که افروک کبونه نوعی تکرن اما جهنکو ممکنه روزا سه‌شنبه آیا ممکنه حتی روزا سه‌شنبه اتفاق بین پارتی و یکتی لسروی پرسه بهت کردن و اف پرسه بهت یک لاکرن بله بنام خدای مازن دلوان هنگ خیر بین سر چاوا طبیعی افرومزانی که نصاب کامل نابید بله حسب معلومات من و حسب لگدانوان من اف نصاب کامل نبونه سببی رکن کفنا پارتی و یکتی نیه لسر پست سر و کماره اگر اویش بید به نسبت کاکیم و اگر دیت مؤثرتر تایبوه تأخیر کردن گره تفسه ناف مالا شیعی او از توی قناعت دا اگر برادرت شیعی نیتا پیکنان حکومت هبا عجله بانا لپیکنان حکومت بو یک دقیقش خل سر تأخیر ند کرد و به بهانه توقیتات دستوریت خلال 30 روزه دا سر و کماره حل بجرن به هنده بو چونه که هی که اوه نافمالا شیعی آده مشتومرد لسه پست سرک وزیرانه هی هشتا اگلا نبوینه و پیش داشت مشتومره بود نزان موبایلات افته که اکسیپا؟ نه والا باشه بله تازه ها تراگه هندن که اف کمبونه ها تدو خستن بله تو کوبونا بله نایتکرن متوقع بو یا پیش بینی کرا بو لی پرسیار اوه حتی روزا سه‌شنبه تدبیجی مثلا نگریدای ریک نکفتنا پارتی و یکتیه بلکو گریدای ناکوکی نافمالا شیعیه آیا حتی روزا سه‌شنبه جبركو تمام يعني دم دستوري خلاص راسته آیا ممکنه حتی روزا سه‌شنبه بگهنا ریکفتنا کیانجی افکشن و بحثکری بهنا یک لاکرن افرو یکی شباته ل 28 مانگاچوی و 3 روزه توقیتات دستوری خلاص بو یلا دایل وقت خود بله بنده ازور اگر هیبونه دی چی بیت خلال ساعت که دا پارتی و یکیتی رگ بکون لسه پست سر و کماره اگر نیت هبی هم هیویدارشین رگ بکون نک تنها لسر بابت سر و کماره لسر تواوین بابت دیکیت که هی بله رأی من اگر او مشکل که حتی تازه هی بشه زیادتر ناف مالا شیعی دا چونکه بری توییتا دونالد ترامپش هشتا ناف مالا شیعی دو رأی هبون لسر موضوع کاندید کردن براز مالکی مقصدت هل بجارتنا سر و کمار کو استحقاق کردای گریدای ناف مالا شیعیه چه علاقه بموضوعیه؟ زانی سر و کمار روژا کسیوندید خود حسب دستور ماده 76 15 روژ البدسته ودا که کاندید کتله اکبر رابس پیرید حکومت پیک بینید و دایمانیش عرف سیاسی و العراقی رودای روژا که الوی پارلمان سیون خار سر و کماره نفسی ساعت دا کاندید راست پیرید بو پیکنان حکومت به هنده اگر شیعات نیت توانه و بید همه تشت برانبروان درز بی رکوان و وکردی بی با پیکنان حکومت هیچ بربستک نبن او ده عجله المکن زودترین وقت رئیس جمهور پیک بین با انده که سر و کماره حل بجیرم تایبت و وقت وضع کل منطقه دا تتفرید به هنده پله های باشه قراره شانده کابلن دا چارچوبه هماهنگی ایتار تنسیقی بچیتا هولیره افرویان صباحی بله بو چه دیچنه هولیره شان داد اداره تنسیقی کد سردان هفلیری که حسب معلومات ما چند سبب که اساسیت و سردانه تا یک سودوار گرتنه لحکمت و دوربینی و لهاتویی و مازنی و علاقات شخص جناب سروک بارزانی بو و مرحله که عراق کفتی چون که راستی شیعه بردم دوریانه دا ید کفتیت بین کرد گوتنی ید کفتیت بین نال و بزماره دا ید نزانن آیا وگرن یان بردوام بن اگر وگرین لسر مصرن مالکی بمینید اوید کفتیت موقفه که نخوش دا اگر شیعه خو امریکا بدجمن خود زانن یان هریچ نبی مخالفی تداخلات امریکا نشولت عراق دا اگر او قرار بدن کاندید خوب بگورن او یعنی پال پشتی بریاره که امریکایی کرد اگر قرار ندن بگورن او ترامپ هراشت سزای اقتصادیت کرده بالای ایتار تنسیقی دچیتا هفلره نویتوان بله بحث برس محمد شیاع سودانی و هادی عامری و محسن مندلاوی تتکرنه که او شاند بنده دیار بیلی چند ساعت
دهاتو دا یکی دیگه سبب آوان او وین او قیرانت که افرو العراق دا هی به حکمت جناب سروک چاره سر کن و ضمن وان مشاکلاش دا مشاکل سر و کماره بونه با اویش ببیت اتفاق کردن با اویش لبینا شیعاش نوید لبی حالت دا لبینا هر دولانا لانه که هل بجرن کسیفان پارتی مصرک و پست سر و کماری پارتی بیتن جبركو ما قول لي ابو جناب سرك وزيران قلت شت مصلحة ملتي دا بلا او بيت پارتی مصر پست سر و کمار بو ملت کرد بید نه ایلا بو پارتی بو بيت ملت جبركو جناب کرد سرك جي پیشتر قلت بو بله يعني زانی ایم بو ما مهم پست سر و کمار پستک بیتن گل کرد تمثیل گل کرد بکد گل کرد فکر قرار بدد کی بیت او شخص الوی کرسی داد نشید يعني اگر بله. هيا كود حالتك دا پیشاتك دا پارتی کاندید خوبه کشید زانی لسیاست دا هیچ تشت محال نیه ام نشین تازه و ببرینو تشتک کتایی ببینینو تحدیاب کین ده چه بید بله اتفاق بتکرنه و کشین و یکتش کندید خوبه کشید اوج ده چه بید و نکشین و وضع سیاسی ما و علاقات ما و کاندید ما و پارلمان دا زوره باشه کاندید ما سریش پارتی کنید دبیجیتن مثلا پست سرکمار عراق هیچ علاقه به پکینانا کابینه دهه حکومت و نیه دو انتخابات جدای تاتیه کرده انتخابات پارلمان کردستان حکومت کردستان برهمتینی انتخابات عراق حکومت عراق برهمتینی جاره که لیرش لسردانه که دا پارلمانتاره که پرسیاره کرد مقارنه بین پوست حرم و بغداد کرد همونطور مادام دو انتخابات کرده دو نتیجه شبن دو در هاوشت جیاده هبین یک بو بغداد یک بو حرمه پارتی هیچ گفتگویک راویجک دگل شیعه کتله شیعه و سنن في برلمان عراق لسر پرسی کریه لسر هیچ نوعا ما اتفاقك لقلبان لانا كريا بو طبعاً. پست سرکمار طبعا هوا كريا بله زوربی لیرد گه برئیس دکتر فؤاد حسین چه وک اندام مکتب سیاسی چه وک کاندید ما بو سرکماری عراق ما سردان زوربی لاینت سیاسیت کرده بشیعی و سنیج و در وی پارلمان رایوان چه بو؟ رایوان زورا ایجابیه هرچند اویس شارزای واقع سیاسی عراق بید عراق ولات مؤامره عراق ولات مفاجئه نوکا کاندید پارتی بچتا ناوه هولا پارلمان بله چند کرسی هنه كنت دنك بيدان اشتا زوه بو قصه کردن لسه آخر تا قلت نوعا ما اتفاقك ما ياهل نه زانی عراق ولات مفاجئه عراق ولات لهمه جا لدقت اضافه کردی دقا نوات قرارت نگارینه هيك باش اوش شارزای عراق بید لدوا همین دقیقه معادلت نگارینه تمام مفهوم كر بله فرانو كبينر ما تماشات كان بله. لاو برسيارة كتاي بيت هفكارين هجا بله مثلا موچي بله بابت موچی بحسب قانونی اگر هم شرح بکن ما قانون موازنه ثلاثی های کل سال 2023 و 4 و 5 دا موچه فرمانبر زامن کرده و هر واقع قرار محکمه اتحادی شای جخت لناردن و موچه فرمانبر ترمل کات خودات كان جدي هنا اول نقطه دوی بست افرو عراق موازنه نیه همه سال 2026 دا باشه. عراق موازنه نیه حکومتش حکومت تصریف اعمال یومیه نشد قانون موازنهش حاضر کرد توقعت کم نش بیت سال موازنه بله حل بو و مشاکلش کردید قانون اداره مالی دا ماده 13 برگاسه اشاره پندید کرد لحالت عدم تصویت على قانون الموازنه دشول بس یک لسر 12 موازنه سال پیش دایت کرده که هیچ بربستک نیه است دبی ایلا وزارت مالی تمویل موچت فرمانبر کن همه رکاریت خو حریم بلام جیب جی بيجي وزارة مالية نه نريد حتى حكومة هرم 120 مليار زانی تنريد من اشتکی بود بین په قانون اداره مالی په قرار محکمه او مجلس الاداری بود چه با باش. قرار داد به همه پیوار مقاصد شد بتکرن الاقتصاد دا لمحاسبه دا مقاصد شو لک زور زور قانونیه بله حکومت ایش حاضر 120 میلیارد پنرید با حکومت عراق رکاریت خوب کرد افرو لبغداد لهندک وزارت اتحادی تمویل موچهات یا کرنه یا مانگایک لیرش تأخیر های قیران سیوله های قیران دارایی های بله ده موچه مانگایک هی تو پیشنهاد خلک من نگران بید باش سپاس یادت کم هجای سیپان شیروانی پارلمانتری کرد لپارلمان عراق زور سپاس سپاس سرچاوه